على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. از یکی از عزیزان شنیدم که گفت خدا ما رو نمیبخشه، ما خیلی گناه کردیم. میدونی معنی این چیه؟ این مقوله کفاره. هیچ موقع نگو که خدا منو نمیبخشه، حتما تو خدا رو نشناختی. اگر گفتی خدا فلانی رو نمیبخشه، این دیگه از خدا منو نمیبخشه خیلی خطرناکتره، چون خودتو متقی و خوب حساب میکنید، فلانی رو گناهکار، بعد دخالت تو رحم خدا هم میکنید. بعضی میگن خدا فلانی رو نمیبخشه. تو با چه مجوزی از طرف خدا داری صحبت میکنی؟ این حرفا خیلی خطرناکه. نه درباره خودمون بزنیم، نه درباره کسی بگیم که خدا نمیبخشدش. انسان اگر که دلش واقعا عوض بشه، فرصت نکنه بعد از توبهش سجدی هم بکنه به رحمت خدا بره، خداوند او رو قبول میکنه.